سلام بر دوستان عزیز، خیلی خوش اومد به یک ویدیو جدید دیگه. بنده رام گودمن هستم از چنل رام گودمن و خیلی خوش اومد به یک ویدیو جدید دیگه. و اینکه آره دیگه امروز بعدم بهتون بگم که من یه مادپک ساختم. آره در صورت آره یه مادپک ساختم که میشه گفتش که ادعای خاصی نداره، ولی میشه گفتش که واقعی ترین، طبیعی ترین و ترسناک و طبیعی. آره میدونم دارم سوس شعر میگم، ولی در صورت تستش کنیم میفهمی دارم چی میگم. خب آره دیگه، فقط میخوام اینو بهتون اطلاع گذاری کنم و اینکه با هم دیگه آموزش ببینیم، که یعنی من بهتون آموزش بدم که چطوری این ماتپک رو دانلود کنید، چون بر روی تیلانچر ساخته شده و خب خودتون میدونید که ساختن یعنی میشه گفت دانلود کردن ماتپک بر روی تیلانچر سخته و آره برای همین میخوام بهتون اینو آموزش بدم. خیلی خب بریم بهتون آموزش بدم. خب دوستان عزیز، ما برگشتیم. حالا خیلیاتون مثلا میگید که من الان تیلانچر رو باز کردم، الان تیلانچر باز، الان باید چیکار کنم؟ در قدم اول شما میرید در قسمت تیل ماز. من که رفته تو قسمت تیل ماز، خیلی خوب رفته تو قسمت تیل ماز کلیپی که رفت باز خب آره حالا بهش میرسیم. نات سلکتد. خب شما الان روی همین چیز هست. خب نات سلکتد هست. دو دقیقه وایس من دنبال آره خیلی خوب. بعد از اینا روی یک دکمه کریت بزنید، بعد اسم اینا هر چیزی تو خواست بزنید. من مثلا میزنم یلو کرافت سانتا بیسار مثلا. در صورت هر چی خواستید اسمشو بزنید. ورژنشو بزنید روی 1.21 فورج ورژن و اینا کریتو بزنید. خیلی خوب، الان که کریت شد تو قسمت مود و اینا همیشه درسته. اینتر دی گیم رو بزنید که فایل های بازی کریت شه و ساخته شه و آره دیگه. خب این کریت شد و الان فایل بازی و اینا درست شد. الان همه چی درسته و بریم سراغ خود مودپک. خب همونطور که دارید میبینیم ما اینجا همین فایل کیپی کرافت رو داریم اینجا، که حالا برای دانلود این فایل شما میتونید به دیسکریپشن سر بزنید که از مدیا فایر دانلود و خب حجمش هم میشه گفت 150 مگا ایناست. خب حالا وقتی که شما اینو دانلود کردید اکسترکت هیر رو بزنید، یا حالا اکسترکت تو فلان بیسار و اینا، حالا در صورت اکسترکتش کنید. حالا سه تا فولدر بهتون میده: شیدر پک، ریسورس پک، ماتس. خب حالا الان باید چه کرد؟ خب الان شما محتویات رو توی پوشه ماتزو که 35 تا موده و ریسورس پک 3 تا ریسورس پک و شیدر پک یه دونه شیدر پک، این نمیدونم چه واقعیت من اینجا دارم، یه دونه شیدر پک اینستنت شیدر ها، اینو بعد بریزید. آره نه اینو. حالا چیکار میکنه؟ شما میاد این مادزا رو اینجوری تمامشون میگیرید، کپی میکنید یا کات میکنید. خب ویندوز آ رو بزنید، درصد اپدیت تا درصد بزنید. خب اوکی بزنید. خب حالا ما میریم تو دات ماینکرافت میرید، بعد میرید تو ورژنز. بعد از که رفتید تو ورژنز، اون مطبعی که ساختید که الان مال من اینجاست، برید توش مادز و اینجا پیستش کنید و این ریپلیس میگه اون ریپلیس رو بزنید دیگر نباشید، اتفاقا نمیافته. حالا بعد از مادز ما میریم سراغ ریسورس پکس، میریم این ریسورس پک ها رو کپی میکنیم، بعد میریم توی اینجا قسمت ریسورس پک ها اینو پیست میکنیم. حالا بعد دوباره قسمت شیدر پک، اینسنت شیدر پک رو میریم اینجا و تو قسمت شیدر پکس پیست میکنیم و حالا میریم تو ماینکرافت. خب وقتی شما ماینکرافت رو اوپن کردید الان باید همچه فضا داشته باشه و خب چند تا نکته دیگه وجود داره. ما تو قسمت اپشنز ریسورس پک این حرور 1، حرور 2، حرور 3، این ستا رو بذارید اینجا، بعد دان رو بزنید، بعد آره بعد صبر کنید تا ست شه و ریلود شه. خب بعد از اینکه ست شد همچین شکلی باید بشه ماینکرافتتون و وقتی همچین شکلی شد یعنی همه چی رو درست انجام دادید و تو برید توی ویدیو ستینگ کنید، برید توی ویدیو ستینگ شیدرز، این اینسانیتی شیدر هم بزنید
و یا خورده دیگه هم صبر میکنید بازم. خب الان دانو بزنید و الان کیک رفته ما آماده است و الان روی سینگل پلیر بزنید. سروول اینا کاری نداشته باشید. کریتو میزنیم و وای میسیم تو کریت شه. خب من 2 دقیقه صدای بازوی خورده کم کنم. خب این از گیم پلیش هستش. گیم پلیش این شکلی و آره دیگه این شکلیه و آره ملا در صورت خب آره به این توجه نکنید. آره خب آره این یه سری گیم پلی از چیزه. گیم پلی از آره بسیاری گیم پلی از این ماتپکه و آنه درست. اوکی یه لحظه گوشت گوز اینجا چی میگی یا عدالت پس. اوکی خب آره ماتپکش این شکلیه و خب آره دیگه این شکلیه. تشتون میشه، گیمتون میشه، صدتون میشه و اگه دمیج بخورید سنیتی مغزتون میاد پایین. یعنی ممکنه روانی شید، دیوونه شید و توهم بزنید یا صداهایی بشنوید که توهمن. و اینکه اگه مثلا از ارتفاع بیفتید ممکنه پاتون بشکنه و اگه تیر بخوره به سرتون مواظب باشید که نمیرید، چون اگه تیر بخوره به مغزتون میمیرید و این عجیب بود واقعا. خیلی خوب آره دیگه چیز دیگه این نمونده و آره دیگه بریم مثل توضیحاتی دیگه بهتون بدم. خب دوستان عزیز مرسی که تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردید و امیدوارم خوشتون اومده باشه و لایک و ساب یادتون نره. کامنت هم بذار ببینم نظر در مورد این ویدیو چی بود و آره دیگه. و اینکه راستی قسمت اول و قسمت دوم فانیدایم اومده، لینکش تو دیسکریپشن هست، بزن و ببین. و اینکه قسمت دیزم تقریبا نزدیکه و الان روی تامنیلش دارم روی تامنیلش تمرکز میکنم، دارم درستش میکنم و آره دیگه ایشالله فکر کنم نمیدونم ولی نزدیکه. تاریخ درستشون نمیتونم بهتون بدم چون ممکنه بدقولی بشه، پس برای همین به تو فقط میتونم بگم که نزدیکه و زودی میاد قسمت اولش و آره دیگه تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.